در یک دهه دوردست یک مستفید 90 ساله کسل می شود، دکتر نیست، بونگای طبی نیست. انا پسرش میگه پدر توبت کردن در کاری پدر، اینا چی باید کرد؟ میگه با یک اکش میگه که برادر در بالای قشلاق بالا یک دکتری وترینر، دکتری گاوا، هم دکتر اخی میفهمه که مقصد همین چی گپه. ببینیم همون را بریم دیگه علاج نیست. خیلی ساعت پیاده میرون، همون دکتر میگیرن میارن بالا سر مستفید 90 ساله، این طرف میزنه اون طرف میزنه، چند نمود داروهاش میتن، یک 3-4 نمود و کارش میزنه، تمپراتور مستفید 45 پس نمیشه. بعد دکتر میگه، دکتری گاوا میگه که الان مقصد که ما با قشلاق بالاگی یک گاو کسله در اوجا رفتم در کار که دیگه اگه وقت ندارم، شما در بالا سر همین پدرتون بستین، نگاه کنه نیم ساعت بستین، نگاه کنه که تمپراتور است که پس نشید بکشنه چی حرام نمره. من برادرو رای زیر زمینی طرف 82 حالا که قریب که تیار شدینم، قریب که شده شد، بعضی کارگشمان انشاءالله که تیار میشه. ببینید چه خیلی زیبا رای زیر زمینی در طرف 82. ما طرف کللینی نمیریم، خدا خواهدین. ببینید بهترین آبادی، خدا کنه که همیشه تاجیکستان ما آباد باشه، سرسبز باشه. یک جهان تشکر به همه کارمندانی که در این راه زیر زمینی زحمت کشیدن.